و حالا پهلوانان را اکنون استقبال میگیریم. سعید رحمان بکوف داوری را ادامه میدهد. فیروز ملی بویزاده پهلوان ناحیه خراسان خلعت سفید دارد. ابوبکر شرف با خلعت کبود. ورزشگرانی که امروز بسیار هم جسارت و هنر بهتر نشان دادند. شرف تحت راهبری خال محمد طالبov مشورزی میکند با امتیازی و زر را اینجا هم بسیار سریع وقت ابوبکر شیرو به دست آورد. ملی بویزاده اندکی به سراسیمگی راه داد. این ورزشگر تحت راهبری ریسکیدین رجبوف مشورزی میکند. پهلوانی که زاده ناحیه خراسان است و بسیار هم در مقابل بهرام صوفیوف یک مهارتی بهتر نشان داد. با دریافت 5 غلبه در میان 43 ورزشگر هر دو پهلوان به این دور آمدند. بسیار هم جدی، بسیار هم رقابت های پرشدت تا این مرحله پشت سر شدند. فیروز یک بوری دیگر دفاع کرد، وضعیت رو برطرف نمود. ابوبکر شرف حالا خاتمه کار نیست، حالا تا به انجام هر چی را انتظار شدن ممکن است. فیروز باید از جهت روانی قوی باشد، هرچند که بسیار جوانی کم سخن، خاکسار و بسیار صمیمی است. این رو باید درک کند. با حالا باز هم امکانیت هست. یکی از اینها حالا این وضعیت رو میتواند خوب استفاده کند. ملی بویزاده خود را رهانید. اما نتوانست. ابوبکر کاملا اینجا افضلی هنرش رو نشان داد. پهلوانی که بسیار استعداد خوبی خود را نشان داد و واقعا هم هنرش فرق کننده و در به هم آمدن این لحظه هم علاقه استعدادش رو بر اعلا نشان داد. وطن بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و بدشت و بدامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم
زرینی تو به نام آورانی زمانت قسم به ختلان و بلخ و بدخشانی تو به خوجند و هم زرفشان